با من همراه باشین تا سریع‌ترین روش مدل سازی پلان معماری توی اسکچاپ رو بهتون بگم. کافیه یک فایل اتوکدی که خطوط اضافهش پاک شده و نیازی به اندازه‌گذاری نیست داشته باشیم و این رو ایمپورت میکنم به اسکچاپ در قسمت فایل ایمپورت و این فایل رو ایمپورت میکنم. حالا کافیه بیایم و دو تا اکستنشن رو نصب بکنیم. اکستنشن منیجر اینستال، یکی جوینت پوش پول هست و یکی S4U میک فیس. هر کدوم رو اوپن میکنم و این جوینت پوش پول هست و این هم اسکریپت میک فیس. حالا میام اینجا همه رو انتخاب میکنم، کنترل آ، میک فیس رو میزنم، برای من سطح رو میسازه. اگر جایی ساخته نشد کافی یه بار دیگه انتخابش کنم و میک فیس بزنم. حالا از گروپش خارج میشم، جوینت پوش پول رو میزنم و اینجا به ارتفاع مثلا 2 متر 80 کار رو بالا میارم. همچنین میتونم این دستور رو برای اینجا تکرار بکنم و برای اینجا.